آیدا تست میکنم بگو. خواهر پنجم، بچه پنجم. سلامتی. چقدر خانه هنوز نخریدیم. خانه خیلی خالیه ولی خوب. باید امشب 100% نروژ میگم. برزیل باید برنده شه. نروژ زندگی میکرد، از نروژ نسرین داره آرایش میکنه. شاید هم یک شب از آخر سری پنالتی شد، نمیدونم. من یوتیوب شما را خیلی دوست دارم، زیادتر پست. آیدا از وقت شروع کرده تیم خور عوض کرده وگرنه سلام، چطوری دوستای عزیز؟ خوب هستین؟ سلامتی؟ خوش آمدید در ولاگ جدیدمون. امروز یک شنبه، ما دوتایی تعطیلیم، داریم میریم خانه مامان و اینا. غذا جور کردن، گفتم برید اینجا با هم دیگه غذا بخوریم. البته نمیدونم که هنوز جور کردن یا نه، به خاطر اینکه من ایشون زنگ زدم و گفتم غذا جور نکنید، من بریم خانهشون ولاگ میگیرم. در محمد هم مشغله دارید چیه؟ سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب باشین. ما داریم میریم خانه خالق اینا. غذا درست کردن، فکر کنم قابلی میخوان درست کنن. بیایی بریم این طرف هم آشغالا دیگه بریم ببینیم چی میشه دیگه. امروز دیرم که شد، الان خیلی دیر شده. خانه تا جمع کردیم، تمیز کردیم اینا، تهی کشیدیم. خیلی وقت بود خانه رو جمع نکردیم. حتی خانه خالیه بچه‌ها، چون وسایل خانه هنوز نخریدیم. خانه خیلی خالیه ولی خب چون خالیه اینقدر پرز میگیره نمیفهم بره چه جوریه. آره دقیقاً. جارو برقی کشیدیم، تهی کشیدیم اینا، طول کشیدیم. الان ساعت چنده؟ 4 بجه شده. 3 یا از من 1 ساعت عقبه. 4 و 5 دقیقه. خب ما امروز یکم خانمانه رو جمع کردیم. دیشب سر کار بودم. محمد هم دیشب سر کار بود، باز تو دوتای من تا دیر وقت خو کردیم. تا ساعت 12:30 اینا خو بودیم. باز دیگه بیدار شدیم و اینا یکم آرایش کردیم، آماده شدیم و اینا یکم دیر شد دیگه، وگرنه در اصل مامان زنگ زد گفت همون ساعت 12:30 اینا، گفته خیره بیدم اینجی نان گرم جور کردم صبحانه بخورید. دیگه صبحانه که نرسیدیم، بریم در نان شب برسیم. فردا صبح هم هر دوتون بریم سر کار، باید بریم زود دیگه اونجا یکم غذا بخوریم، یکم فیلم شاید سعی کردیم با هم دیگه. باز درا بریم خانه. محمد جامنده هوا هم اینجی یک روز گرمه یک روز یخه، آدم نمیدونه چی بپوشه. واقعا لباسای زمستانی رو جمع میکنی پس زمستان میشه، تابستانی رو در میاری 2 روز بپوشی، دوباره باید یک جاکتی کاپشن چیزی در بیاری بپوشی. نه چی؟ هوا رو میگم. هوا آره دیشب که حقیقت باران بود اینجا بود. البته امروز که خوبه گرمه. آره الان امروز خوب آفتاب، من اصلا هوا سعی نکردم دیگه یه جاکت نازک پوشیدم. من نمیدونم چی شده دیسم محمد خیلی درد میکنه. اصلا محمد هم نمیدونم از دیروز تا حالا این دیسم پیشا نمیدونم بعد خو کردم چی شد اینا. از سر کار آمدم خوب بود صبح، ولی صبح یعنی توی خواب و از سردی بیدار شدم، چون این قسمت شانه من خیلی استخوانش درد میکنه. واقعا آلمان خیلی استرس داره. کسایی که نمیدونن محمد نروژ زندگی میکرد، از نروژ الان تقریبا 4 ماه میشه نه؟ 4 ماه شده. وسط برج 2 آماده آلمان زندگی میکنم. الان هم دیگه 4-5 ماه میشه که آلمان زندگی میکنم. یک حالا دوستا بعدها سر فرصت بذاری خود کارهایم جمع جور شدم، یک دونه ولاگ میگیریم فقط مخصوص همین آمدن از من در آلمان. یک پروسه خیلی عجیب غریب، پر از استرس، پر از چالش، ولی خب خدا رو شکر جور شده. باز خوبا بدی های آلمان، یعنی مقایسه نروژ با آلمان که زمین تا آسمان فرق میکنه اصلا کلا. ولی خب نه، از زندگی توی آلمان راضی هستی؟ جدی دیگه واقعا. از لحاظی که مثلا ساعتش تر باشه، مثلا هوای خوب بهتر، یا مثلا ساعتری منظور از این که مثلا همین آخر هفته که میشه مثلا بیکار هستی، همیشه یک جایی هست که بخوای بری ساعت خورتر کنی، حالا با فامیل یا زیاده توی با دوستای خوب بخوای بری. ولی مثلا این چیزا نسبت در نروژ خیلی بهتره.
حالا باز میگم اصلا کلا خودش یک ولاگ بزرگه. خب باید بشین قشنگ قصه کنید در ببینید خیلی اصلا تفاوت زیاده بینی حتی خود جمعیت هم زیاده دیگه. اون روز دیگه یکی از همکارای من یک دخترم همکار من هست آلمانی دیگه اون روز سر دبانو فدیم نشسته بودیم ما منتظر یک راننده که دیگه بودم که بیاد که بوس دو تحویل بده توی برگردیم. تقریبا 1 ساعت طول کشید آمد. حالا ما با بی زبانی دیگه عکسای اونجوری نشون داده بودم. ایران مونده بود. میگفت تو چیکار آمدی تو اینجا اصلا؟ عکسای نروژ نشون دادی؟ طرف خودش آلمانی ها. میگه تو چیکار آمدی؟ میگم من خانم به اینجا. میگه آها خب دلیل دیگه. گفتم پایینه که من چیکار ببینم آلمان. باز آخر چی گفت میگه ولی آلمان هم قشنگه. باش گفتم آره آلمان خوبه. بعد میگه ولی نروژ خیلی قشنگه. پارک امیدوارم که بشنم. بعد پارک. سلام. نسرین دیدم. میکروفون اینجا گیر. میکروفون اونجا چیکار میکنه؟ چی؟ کجا موری؟ باشه خدافظ. باشگاه موری؟ نسرین چی شد ماشین؟ سرویس ماشین گرفت مثلا؟ رفتیم خانه. آیدا و علی خانه نبودن بیرون رفته بودن. دمو هم زنگ زد گفت بریم پیاده روی. ابوالفضل مهیر گرفتیم بریم پیاده روی. سلام کن مهیا در ولاگ من. سلام. ابوالفضل اینجا دوست داری سلام کنی در ولاگ؟ ابوالفضل مهیر اذیت نکن. روی؟ آره. پیاده روی. آفرین. پیاده روی. پیاده روی موریم. پیاده روی؟ موریم که میدونی دیگه. پیاده روی موریم بگو. مو عمالی پیاده روی موریم. آره. کجا موریم الان؟ مو عمالی پیاده روی موریم. آفرین. محمد بعد از 3 هفته علی رو میگرم. نمیدونم چه حسی داری بعد 3 هفته داداش رو میگری به یک کشور غریب. یک نفر خانواده. 3 هفته پیش همینجا عروسی شد دیگه. آره. بعد که طولانی نشد. علی که عروسیشی بود بعد از 3 روز رفت نروژ چون که باید ما رفت سر کار. باز الان دوباره تعطیلی داره. دوباره عماد آلمان دیگه. چند وقت هستن نمیدونم چند وقت هستن. محمد نیده هنوز. دیروز عماد اومد دیدم عماد و دنبال من رفتن سر کار. من دیشب سر کار بودم تا دیر وقت 2 بجه از سر کار اومدم دیگه نشده. آیدا و علی رو میگردیم اینجا رو برو. من رو دارم میاد. زیره بغلیه که آیدا محمد علی هم دیگه رو بغل کنه. گیری هم کنی علی رو بغل کردی یا نه؟ نه بابا چی به بچه سلام. اوه داداشش دیده. سلامتی. چقدر سرد. یکم گیریه کنید هم دیگه رو بغل کنید. رسیدی؟ سچند؟ جدی سلام خوبی؟ سلام. سچند؟ دوستا خوش آمدید. نمیدونم چند ولاگ رو وایسا یک دقیقه میکروفون ندارم. محمد میکروفون میدایید. سلام علیکی کنید در ولاگ ما بچه‌ها. سلام دوستا خوش آمدید در ولاگ رویا و محمد. سلام دوست عزیز خوش آمدید در ولاگ محمد رویا. امیدوارم که خوب باشید. نمیدونم ولاگ چندم چی هسته. ولاگ دوم. در ولاگ دوم رویا خوش آمدید دیگه. با ما همراه باشید دیگه. رویا خوشیدی علی اما ساعت 2 بجه خیلی نظرت چه چیه؟ حسی داری که آیدا رو دیدی بعد 3 هفته؟ حس خوبی داره آدم دیگه. خوبیش اینه که هوا خیلی خوب است. این هفته یک ذره یخ‌تر است ولی از هفته بعدی هوا خیلی خوب میشه. من هفته بعدی سعی می‌کنم گرم. خیلی خوب. نه هفته بعد هوا بده. نه. بعدش میگه خوب. نه هفته بعد کلا هوا از شنبه تا آخر هفته هوا 28 درجه میشه گرم. ولاگ میگیریم. ولاگ ما رو سعی کنید اگه هوا یک موج گرمه دیگه میاد دوام برشه. چه بادی شده الان. گفتی هوا خوبه تعریف کردی بادم. نه خوبه ولی از باد هست. نه باران بهتره باز از هیچی بهتره. از باران اینا آره راست میگی. علی چه خبره؟ نه خبر خاصی نیست. ولاگ قبلی دیدی؟ ولاگ قبلی دیدم خیلی خوب بود. قشنگ بود. نه همه جمع بود. بچه‌ها بود دخترها بود. ساد موتر بود دیگه. خوش آمد است. خود خورده یوتیوب دیدی چه حسی داشتی؟ برای اولین بار تو یوتیوب.
خوب بود. حس جالبی نمیدونم. حس جالب نداشتی؟ نرمال بود. خب باشه بریم. خیلی بریم سمت اشپیلپلاتس. ابوالفضل محیا میخواد یکم فوتبال بازی کنه، باز بریم خانه. من گفتم که مامانی گفت آیدا میخواد غذا جور میکنه، من گفتم ویدیو بگیرم که آیدا غذا جور کنه. مامانی گفت من جلوی دوربین نمیم شرم شما کی فهمیدید؟ قصه شما بگید خب. من قدمی ناخون خود چرا غذا جور کنم. ولی خب عروس خانه چشیم خوردم. ناخن چی شد؟ خیلی عجیب بود، خودم اصلا باور نمیشه. همکار من سر کار بودم، دیوار سمت راست بود، من خودم سمت چپ بودم. میخواستم برم دمی کاسه که مشتری هم اومده بود که حساب کنم و اینا. رد شدم نمیدونم این دیسم چی رو هم در لای دیوارش چوبی و آهن هستن، لای چوب و آهن گیر کرد، کلا سرچپه شد. باز دیدم خون اینا میاد، ترسیدم رفتم پشت، دیدم ناخون کلا کنده شدن. احساس هم نکردیم. حس نکردم اولشی، نه باز وقتی که خونه دیدم ترسیدم. فکر کردم ناخون و انگشت و کلا چیز شده، ولی باز خدا رو شکر چیزی نبود، فقط این نیست شده بود، انگشت من درم آمده بود، ناخون من. باز رفتیم بیمارستان. دیگه گفت چیزی نیست، پماد پیچ کرد، بسته کرد، قد باند. پماد زد بسته کرد. نه پماد زد باز قد باند نه بسته. تو گفتی پماد پیچ کرد. اشتباه گفتم. باز دیگه همین دیگه، حالی باز بهتر است خدا رو شکر. یک چند روز بود نمیتونستم کار کنم. ماما امروز یه ذره بهتر بود، مامان مرد ظرف و سر میموش شیش گفت خوب شدی دیگه بوشی، حالی بگم میخوای سرما بکنم. شما بگید دوستم من دک کنم یا نکنم؟ نه مامانی به خاطر گفت ولاگ میگیری من جلوی ولاگ نمیام، آیدا دک کنه اگه خواستی. باش. حالا البته شاید هم تا ما بریم خانه مامانی دک کنه دیر میشه. دوستان من گفتم که در خانه مامان خینا که رفتم ولاگ میگیرم غذا جور کردک، ولی حال نمیدونم که وقتی غذا جور کردن مو میشه ولاگ بگیریم یا نه. من قابلی مامان میخوای جور کنم؟ آره قابلی، ولی گفت با گوشت مرغ، چون که همگی از مو خانواده مو دخترها هیچ کس گوشت گوسفند دوست ندارن، به خاطر همین بیشتر غذاها رو مامانم مرغی جور میکنه. غذایی که با گوشت گوسفند هست خیلی چیزا رو با گوشت مرغ جور میکنه. من یعنی شخصا قابلی در کل خانواده خودمون 10 نفریم، جور نکردم تا والی اینقدر زیاد، ولی الان 12 نفر. دیگه. ولی وقتی که نروژ ما رفتم یک بار یا دو بار فکر کنم قابلی جور کرده بودم. تا خود خوالی؟ آره من وقتی خودم دیگ میکنم اگه گوشتی باشه، مثلا غذای گوشتی باشه، من گوشت باز نمیتونم بخورم. علی خنده میکنه. علی عمال در دل چی میگه به چه قابلی بوده بعد مزه بوده. نه فقط قابلیش خیلی خوشمزه بود، ولی گوشت رو من خود نمیشستم، چون آیدا عادت خوشش نمیاد بشودن. آیدا یک کاری که اصلا نمیتونه گوشت نمیتونه بوشیه، از گوشت شیشتن میترسه، مخصوصا مرغ. میترسم بعد تو از مرغ میترسی آیدا؟ چندش نرماله خواهد مرغی پوست داشته باشه مرغ خوش اصلا نمیاد. اگر بعد وقتا گوشت هیچ وقت نمیشیم. نروژ هم که بودم من همیشه علی همیشه گوشتم می‌کشته. باز این خوشی هم دوست نداره، ولی دیگه مجبور است که بوشیه دیگه. من خود نه دوست ندارم دست خود در آو بذارم، چون که خود من لوله کش هستم، من دست من کلا در آو هست. اون نفر که یکیش مرغ خوش نداره پوست میکنه، یکیش آو دوست نداره. اما تو بنداز داخل دیگه خودش کلا آماده میریم اینطوری چینگه مرغ فیلهش رو از آماده میگیریم. از سینه باز بهتره، ولی من ران و پای اینا که هسته نمیتونم. وقتی اونا رو پخته میکنم میگرم مثلا یک ذره اولش یک ذره آو جمع میکنه، یک ذره خونم هست دیگه. باز اصلا خوش نمیتونم. علی ماه عسل نمورید؟ پلان ماه عسل ندارید؟ عسل الان وقتش نیست چون که سر کار میرم، ولی او سپرایز برای آیدا میمانه. ما اول پلان داشتیم بریم، باز سر یک مسائلی دیگه نشد که ما بریم، به خاطر همین باز علی گفت خیره دیگه، حالی که خودم نمیدونستم میخوای مرد سپرایز کنه. علی چرا گفتی الان آیدا منتظر سپرایزن؟ سپرایز همون چیزی که باید منتظرش بمونه دیگه. میگریم علی چی سپرایزی داره. آیدا و علی هم کانال یوتیوب جور کرده، فکر کنم اعمال ولاگ میگرفتید، چیکار میکردید؟ آره ما اولین ولاگمون بود، می‌خواستیم بعد از عروسی ولاگ بگیریم، نه دیگه باز علی رفت نروژ دیگه نشد ولاگ بگیریم دیروز، اما دیگه گفتیم اولین ویدیو خود بگیریم در یوتیوب بریم
اگر چی چیکار ویلاگ کردید؟ خودتون چی گفتید در ویلاگ؟ دیگه که راه رفتی فقط ویدیو در گرفتی؟ ولاگ خودمون باز دوستان ببینن دیگه. الان بگین دیگه. آیدی کانال آیدا و علی رنجی ملوم باز برید سعی کنید دیگه ویلاگای اینا را واقعا چه حسی داری که ما زنده داشتیم علی بخشید دیگه 9 سال شده زنده داشتم دیگه حسش پریده دیگه نرمال شده. 9 سال پیش میپرسید باز میگفتم. خواه 9 سال پیش چه حسی داشتی؟ دیگه 9 سال پیش الان 9 سال پیش یاد نرفته مشکل هم یعنی. نه بگو نمیخوام بگو بیدم اینقدر احساسات چه شدید و خوبه نمیتونم که من یه ولاگ مورد دیدی و ولاگ دیگره میکروفون بگیر چطور بود ولاگ ما قشنگ بود آره خوب بود. دوست داریم و ولاگر شویم ولاگر شویم ولاگ جور کنیم یوتیوبر آره آره ماهی خیلی ما رو دوست داره که یوتیوب جور کنی همیشه دمو میگه یوتیوب جور کو الان فن مو هستی ماهیا ساپورت میکنی مورا آره خب این ولاگ در یوتیوب میلم دیگه واسه هم در داخلی ولاگ هستی خب ما یوتیوب شما را خیلی دوست دارم زیادتر پست کنید باز همه فن شما موشه. تو فن مو هستی؟ آره آره خوبه خب دیگه مدرسه چطوره خوبه؟ آره خوبه. کلاس چندم یا مهیا جان اینجا بگو ما کلاسی دومم ولی کلاسی اینی ما امان کلاسی سوم شم. آفرین خوشحال بزرگ شدی؟ آره ولی مشمو سختر موشه. مشقاشون سخت میشه؟ آره خیره دیگه مو تو کمک میکنیم خب؟ میدانم. خب اینجا رو یکم دیتون نشان بدم من کجا بازی کنم فوتبال؟ تو هم میتونی قدبول بازی کنی مهیا خایدا دیگه گفتنی نداری نه دیگه دیگه الان بریم فوتبال بازی میکنیم لندن که رویا محمد وای چند سال پیش یاد شمویه مو چند سال پیش سال 2021 ولاگ یاد گرفتیم گفتیم در یوتیوب بریم وای ویدیو رو هنوز یکم بعد از او رو یک وقت بریم هم در گوشی علیه مو سال 2021 اولین باری بود که نروژ رفته بودیم اون موقع تازه مثلا شاید 1 سال اینا میشد آلمان آمده بودیم زمان کرونا بود آره زمان 2 سال شده بود نه 2 سال نشده بود مو تازه همون تابستان شد 1 سال شده بود آلمان آمده بودیم آره مو رفته بودیم نروژ باز از همون سال ما می‌خواستیم ولاگ بگیریم باز چند تا ولاگ در گوشی علی گرفته بودیم مثلا رفته بودیم بیرون اینا گفته بودیم اینا رو در یوتیوب بریم باز آیدا اتفاقا یک چنل یوتیوب هم زده بود همون سال آره زدم یک دونه ویدیو اشتم او ویدیوش خوبم نبود زیاد یک ویدیو همین رقم کی سرسره گفتم بینگرم چه رقمی موشه نمیشه ولی خوب نبود دیگه کیفیت ایناش خوب نبود ولی ویدیو قشنگ بود واقعا نه او که فوتبال بازی کردیم باز 1-2 تا ویدیو هم جور کرده بودیم نه از این ویدیوهای کوتاه آره چالش بود اجرایی چالش بود همون چالنجی که پسرا چیز میکنه این رقم که میتونه بدون دست بزنه یا نه خوب بود سبزاری درخت پیدا کردیم این چقدر زیاده محمد ماهی بغل کرده پایین کنه ماهی بگیر اون نور نمیتونی بکنی؟ نه بس نمیتونی بکنی آدم نرمال میخره مزه میده خواه ولی وقتی از درخت میکنی خیلی بیشتر مزه میده چقدر زیاده بیا نمیخواه این نه جریمه میکنه بیا بخواد زیاده ماهی رو سکته محمد میگه محمد نکنیم یک کس ما رو میگره جریمه میکنه این ماهی بالا آره روبروی تو دعوا میکنه چند تا کندی؟ قدیس خوب پاکو بخور خوشمزه ای؟ چی بایی؟ وایسا 1 دقیقه وایسا بخوره ما تست رو تست کن میگن چرا که مزه میده دمسک حسا چه؟ چیز میاد محمد وایسا ماهی داره تست میکنه ماهی سعی کدامه؟ گود؟ اونقدر تورش نیسته ولی خوشمزه خیلی آره؟ وای اینا رو سعی کنین چقدر زیاده محمد
نمیدن سعی کنید بچه ها چقدر زیاده در داخل درخت های کمی لب اشتباه شد لب خیابان هستن اینا خوردنی هستن نیستن اینا ها محمد کنده یک دانش مزدک محمد چقدر من هم میخورم یک دفعه مزدک خیر بد مزه؟ ترشم مریم مزدک کنه؟ دیگه بخور دیگه خواهم مریم مزدک کنه چی توشه؟ ما یک دمه بیدیم مزدک کنم چقدر زیاده درخت ای پره گنداختی همه ایشه ندیدم ولش کن درخت سعی کنید چقدر زیاده شیرینه ای اون چیزی که چیده ما خیلی خوشمزه بود محمد چرا هم گفتی تورشه واقعا خیلی خوشمزه بود دادن از من خیلی مزه داد محیا چطور بود خوشمزه بود یا نه اونو که قرمز خوشمزه بود یا سبز سبز خوشمزه سبز تورشه اون که اصلا توش نیسته کدامایشی اونو کرمزک اصلا مزه نداره قرمزک شیرین بود داره زوست بود داره مامان ما یکی از دوستایش بریش از ایران آورده کارش جور شده دمونا داره میخوای بره خانهشی بری مبارک کردن حال داره بسراغ جور میکنه آیده داره پخته میکنه نشان بده به به چی بسراغای جور کرده ما اینجا کمک میکنه محمد هم کمک میکنه اینجا داره اونا رو که محمد نکرده ولی الان داره کمک میکنه بسراغ پخته کردن کسی لطفت موزیک رو اولین بار من جور میکنم نه سخت نیست فعلا که هنوز از پیش من نسوخته دیگه نه. بابایی که خوب پخته کرده میگه مایده چیکار میکنه دیگه مامان زیاد سوخت شده یا نه فکر کنم خیلی سوخت مامان سوخت خانه او طرف چی سفیده ولی اینجا چی سفیده خواه غیر مایه نیست پخته شده سلامش از آیدا خانم رو وقت سوختن دیگه کاخ کرده مامان اینا رو بینداز من میندازم بابا من دایده داره یاد میده بابا چیکار کنه این رقم یک کم گذر خوبه دیگه بابا اینقدر مامان بسراغ بیت من حواس مست ها دوستا سعی کنید چقدر خوب شی شده بسراغایی که اینجا سرخ کردم سعی کنید آیده فقط نسوده زیش کم نه حواس مست چیکار میکنی محمد شکلکشو در میاریم ماما خوب میکنه یا نه خوب کرده یا نه راست ای خوبی آفرین سلامش از این میمونه یه 3 سال یک اینا رو جور میکنه دیگه بله باید ماکم بیشتر بی چاپش بمونه نه آره خوب لعنت کنه دیگه نشان بده نه سعی کنید اینو نشان میدید تا دیگه نسوخته مامانی شده سعی کنید نره شده نه سفید یعنی چپراسه کم داریم میدونی رو میگیدی میشن پی میشه پی من تو دیگه دارو کنی اینجا بود دیگه اشتم بود آیده گرفته اونا رو گرفته خراب کرده بابای نماز بچه سعی کنید به غیر از اینی که سوخته گفتیم اینو من بخورم بقیه سعی کنید چقدر خوشی در میاره اومده بابای میکرده نه سفرش مکن نه سوخته ولی یکم تیره شده دیگه هرچی تیره تر بشه مزهش فکر میکنه بیشتر این که خامه اعلانی مامان نماز بینگرم گه خام داره اصلا خام هستم کسی که بسرم گسترید رسپشن خاصی نوشته کنید بابا خیلی روغن دار در میاری چی برو بازم محمد لوله کرده او قبلی ها مامان نکرده بود اینا را محمد سمبوسه سمارو مورد شده این سمارق چی بود بابا؟ سمارو گوشت گوشبه خارجای وطنی یک چیز گوشت فیل گوشت خارج خب علی و آیدا میخوای تست کنه من یک دارم گرفتم پوشتر شما یا خیلی تاریک میره
من یک دونه گرفتم و یکم خوردم باز گفتم جلویش یه ذره تست کنم میگن چرا هم هست. شکر داره. همش چیکار داد؟ خیلی خوشمزه است خیلی زیاد ولی من بسراغ دوست دارم شکر زیاد داشته باشم. شکرش کمه ولی مامان میگه شکر کم. من خیلی خوشمزه شده. همه کم روغن خوشمزه. کنیم که مامان مینات آمادگی قابلی رو گرفته. وقت جور کردن. سب کنیم من دوربین بیشتر خانم دیتون نشان بدم. من دیت نشان میدم مامان من چیکار کردن. همین رویا گفته که مو امروز مامان میخواد قابلی جور کنه اینا قرار بود آیدا جور کنه البته. خب من کمک میکنم مال هنوز تمام نشده. این زردک هست هنوز سرخ نشده. اینم گوشت هست نسی. در قابلی رو قد گوشت مرغ دوست داره همگی به خاطر همین مامان همیشه در خودمون که جور میکنه قد گوشت مرغ جور میکنم. آره در خانه از من کسی گوشت گوسفند دوست ندارم. من میخورم آیدا تو هم میخوری نه؟ آره من میخورم ولی مرغ واقعا خوشمزه. ولی خب بقیه دخترها اینا گوشت گوسفند دوست ندارن. دیگه فعلا ای بود باز مراحل چرا باز برای شما میگیریم چرا هم جور میشن. قرار بود آیدا پخته کنه آیدا رفت دیرم بودیم دیرم به خاطر که مامان باز جور کرده بود دیگه. حالا دیگه باید مواد چرا بزنی دیگه کنیم. مامان از من کلا در یک روش دیگه قابلی رو پخته میکنه گوشت رو فرق میکنه. باز دفعه بعدی دیتون ولاگ میگیرم نشان میدم خیلی قابلیش خوشمزه میشه خیلی زیاد. کسایی که خوردن همیشه هم میگن که خیلی قابلیش خوشمزه. پرفکت. خب اینجا چیزیتون نشان بدم. اینا گولای بابای منه. بابای من عاشق گول و گیاه و اینا خیلی خیلی هم خوب مواظبت میکنن. اینی گول از ما بود. من در خانه از ما کلا خوش شده بود ولی از وقت خانه اینا آوردم کلا خیلی بزرگ شده وگرنه خیلی کوچولو بود خیلی کوچولو بود. ما یک گول در روی گرفته بودیم گول نبود از این گیاهای چیز بود. اصلا فکر نکنم یک بارم آب داده بشه. نه چون از روزی خریده بودیم با چند وقت دیگه رفتیم دیدیم خشک در خشک بود. نه واقعا بس خود من آب دادم اکسترا به خاطر از اون رفتیم یک دونه گلدانی گرفتیم بازش از این قابقا گرفتیم که عودت مثلا روی از اون چیز شود ولی نمیدونم دیگه. من بابا گفتم یک دونه از پیچکا برام جور کن اینی رو دم جور کرده. دستش در نکنه چقدرم رشد کرده قشنگ شده. اینی یک دانه از این زیاره از خانه یک دانه از فامیلای ما از منشن آورده بود. آیده بی جلو گپ بزنی تو. باز اونو یک دانه رو اینقدر قلمه زد یک عالمه جور کرده بود. باز اونا رو پارسا یکی دو سال پیش نروژ رفته بودیم. ما تقریبا 22 روز نروژ ماندیم اما دیدیم کلا خوش شده بود همگیش او نداده بودیم. باز دوباره گرفت از همون سالمایش یکی دو تا جدا کرد از اول قلمه زد باز یکی اینی رشد کرد اینی رشد کرد اینجی مینگری بازیرم دمه جور کرده. آلده دوستای دیگه ما هم جور کرده. یکی دیگه من خیلی عاشق گول و گیاه. آره. اونو گولی که پشت سر آیدا هست اونو گول خیلی کوچولو بود شاید مثلا میگم 5-6 دانه بود ولی اون نرمال توی خانه هر کسی اونقدر کتن نمیشه. اون بابای من خیلی کته کرده. نه آیدا بابای ما عاشق گولگی خیلی هم خوب مواظبت میکنه. آره خیلی دیسش هم باز خوبه خیلی خوب مثلا چیز میگیره رشد خوب میکنه. رشد میکنه. آره دقیقاً. علی محمد چیکار میکنن؟ دارن بازی میکنن. با واسطی اصلا بازی نمیکنم. چیکار میکنی؟ سر بگره سیسا بزن میگم با سیتی بازی کنه چند زد؟ علیرضا خودش خانه نیست دیگه. محمد علی دارن اینجا بازی میکنن که بیدنید دیگه بچه‌ها. بفهمید که ما طرفدار کدام تیمیم خانوادگی بجزی دوتا. آیدا از وقت شروع کرده تیم خور عوض کرده وگرنه تا قبلا آیدا نه آیدا ریالی نبود بارسایی بود. آیدا اصلا نمیدونست ریال چی هست. خب محمد زیادی باخت داد دیگه رفته حالی روی تخت چیشته تمرکزش بیشتر شد زیر پاش نرشه. هفتم یعنی هر چند ثانیه محمد یک دانه گل می‌خوره. ثانیه یک گل. نصر اینجا داره آرایش میکنه. بلد نیست تو بازی نمی‌کنی تیم ما چه ربطی داره چه ربطی داره تو یک تیم نه خب بازیکنام ربط داره نصر. چه ربطی بازیکن داره اصلا خب یک بازیکن که توی فوتبال واقعی بد باشه توی از اینکه بد نیست تو باید از اون استفاده کنی وقتی دم تنیس استفاده کنی تقصیر تیم نیست. ببخشید نصر
خب بریم میگردیم بقیه خانواده چیکار میکنن با ما همراه باشید. چی؟ همین الان صداش آقا که گفت عمرم بذارم گل بشه چیز نظری صدا نداره اونجا. صدا ما را دیدم. صدای بازی خوره ایزم کم. دیگه تابلو شد دیگه. مو بی رال به دمه ولی بیرون. نه خب اثر کن. خب باشه همین الان دسته رو عوض کن بینگرم کی خیر میگرم. اثر ما رال تو سیدی بگیر. خب بس سیده عوض کن. باشه بینگریم. من ما رو یک دور میزنم میگم خواه؟ برو یه دور بزن. باشه. نسرین چی گفتی؟ گفتم ما از وقت عروسی جعبه پیرسینگ بینی پیدا نکردم. تو نمیدونم. یه جعبه کوچولو بزن ترکیب چی داری اصلا. خب باشه. سعی نکردم وسایل خور. محمد علی محمد رئال بگیر برگردون گرم. توی ولاگ هستا اینجا. باشه پس من رفتم. نسرین داره آرایش میکنه خود خورم. تمرکزی هم کرده. میخوام برو بیرون. سلام علیکم نسرین. چند شد نگاه کن. بریم دو خانه میگریم بقیه چیکار میکنن. کلگی در اینجا در حال بازی کردن و مشغول بازیه دیگه. همگی سرش توی گوشیه. اینا هم در حال بازی کردنن. فاطمه خانم اینجا. سلام. میگیری؟ آره ولاگ میگیرم. چطوری؟ خوب سلام دوستای عزیز. خوش آمدید در ولاگ جدید رویا و محمد. رویا و محمد. ببخشید. معرفی کنم. هر چی دوست داری. من فاطمه ایم. من خواهر پنجمم. بچه پنجمم. نه فاطمه چطوره نظرت چی راجع به روی یوتیوبر شدن از ما و محمد؟ خوشحالم که شروع کردید. کم آدم ویدیو بگیره یکم چیز میشه. چی میگن؟ کانفیدنس. آدم یاد میگیره. خب دیگه نه این محمد. نه اب نداره بگو خیره. از اول سلام نکن ادامه بده. بایتا من کات نمیکنم. ها؟ سوال تو چی بود؟ سوال من این بود که نظر تو راجع به یوتیوبر شدن از مون چیه؟ ادامه گپ خورو بگو خیر من کی کات نمیکنم. نظر من خوشحالم که یوتیوب شروع کردم بالاخره چون که خیلی وقت می‌خواستم یوتیوب شروع کنم ویدیو اینا بزنم نشد خیلی چیزا مثلا پیش نماد ولی خب چند وقت شده تا الان فعلا یک دونه ویدیو گذاشته تو یوتیوب و این هم شاید دومی باشه یا سومی باشه معلوم یک پست. غذا آماده شد جای شما خالی. به الان بگیریم کی تست میخوای بکنه غذا را؟ بگو چرا هم که شده مزه‌شی؟ تو تست همگی تست کنه. ها بکشید. نوروز دوباره گل زد. چطور شد؟ پرفکت. خیلی خوش اومد. خیلی اصلا. ایدا تست میکنه بگو. قابلی که جور کردن تو جور کردی؟ مامان جور کردن. نه جدی دیگه. واقعا خیلی خوب مزه. گوشت سرخ شده خیلی پرفکت. به چه بسراغی شده. می اولی بازی تمام شده. حالا میخوام گرم اینا فکر میکنه کی برنده میشه. محمد که معلومه طرفداری کیه دیگه. طرفدار کی محمد؟ نورگه. خب فکر میکنه کی نروژ برنده میشه 2-1 برزیل میزنه میشه. الان بازی هم شروع شده. علیرضا طرفدار کی تو؟ من 100% طرفدار برزیلم. میخوام برزیل برنده شه چون که نیمار بازیکنی مورد علاقه مه. از خاطر فکر میکنم نیمار داخل 4 تا گل میزنه در نروژ. و آره باید امشب 100% نروژ میگم برزیل باید برنده شه. آره یه چیزی بدن نسرین. سلام دوستان عزیز، دوستای یوتیوب رویا و آیدا. نمیدونم کدوم ویدیو رو ملا ولی خب رویا و محمد و آیدا. سوالی بود که طرفدار کی امشب نروژ رو چیز بازی میکنن، برزیل بازی میکنه که من طرفدار برزیلم.
باز فکر میکنم که مثلا چند اگر شوه امشب شاید هم یک شب باز آخر سری پنالتی شوه نمیدانم، ولی خب من طرفدار برزیل رو میخوام برزیل برنده شه. باشه دایدم بیدید آیدم Hola, sou fodo seleção برزیلا. همونطور که دیدید من برزیلی هستم. من طرفدار برزیل هستم. البته در فرقی ندارم، من دو تا تیم دوست دارم ولی نمیدانم، ولی من فقط میخوام که پرتغال برنده شه. میخوام پرتغال ببرم دیگه. همین دیگه. آیده همه رو میس میکنم با هم. من گفت طرفدار نروژ نیستی، پس پیشترک که میگفتی من طرفدار نروژم. نه نگفتم طرفدار واخ علی بود نگفتی؟ نه من گفتم من از بازیکن چی خوش من میاد. خب استاپ خب بچه من طرفدار برزیل هستم دیگه، نمیدونم. دو تا تیم‌ها برای من مهم، یعنی برای من فرق نداره کدام تیم برنده شه، ولی امشب طرفدار هیچ کدامش نیستم فعلا، دو تاش دوست دارم. فاتی تو چی؟ من طرفدار برزیلم. امیدوارم که برزیل برنده شوه. فکر میکنی کی برنده میشه؟ کاپشن. اوکی. خود نظر خود گفتم ولی ویدیو فکر کنم گفتم یاد من نمیاد، حالا دوباره میگیرم اگه نگفته باشم. من نمیدونم، من طرفدار هم نروژ هم برزیلیم. شاید دو تا تیم با هم دیگه بازی کرده که مثلا نمیتونم انتخاب کنم، ولی نروژ خیلی دوست دارم نروژ برنده شه، ولی از یک طرف هم دوست دارم برزیل برنده شه. به همون دلیل که علیرضا گفت، هم که برزیل کلا از بچگی که اون موقع مثلا تو ایران زندگی می‌کرد از فوتبال سر در نمی‌آوردم زیاد اینا، ولی خب کلا جام جهانی سعی می‌کردیم فوتبال سعی می‌کردیم، طرفدار نیمار و مسی و فلان اینا بودم. برزیل به خاطر نیمار دوست دارم. باز همین دیگه. برزیل هم از یک طرف دیگه دوست دارم برنده شه، چون اگه برنده نشه علیرضا افسردگی. دوست دارم ببرم. کشور ما رفت نیست. اونجا ما به دنیا میریم هلند ها ما به دنیا نمیریم، ما دیگه نیم چوگلن بودیم. الان اینجا چند نفر ناراحته، چند نفر. من خوشحالم نروژ بود، ولی خب اگه برزیلم آورد خوشحال شدم. فاتی چه حسی داری؟ خدا بیشتری سریوایی که شد فقط قبل از نه ادم می‌فهم چی میگه. دو میزنه، دو گل. دو پنالتی داد. داور پنالتی اول داد دوم. از اول گفتم 2-1 میشه 2-1 هم شد. محمد اول گفت 2-1. محمد اگه اینقدر امیر درست گفتی؟ بابا کاش لوتو اینجوری درست بزن. میلیونر میشین. تاک فور الله. تاک. چه حسی داری علی؟ تیم تو برنده شد. حس افتخار، حس پیشرفت. نیا کن چفران میکنه. گریه نکن. نه برزیل به تو چی ربطی داره؟ نه توی کشور باید کجا بود خود چی؟ رافینیا کجا بود؟ زن گریه میکنه. حذف شدن دیگه. ببینم سیمای باید دیدی. پاور رایت. پادشاه. این میشه اسلوری منفجر میشه. اوه الان جنگ ترکیدن نروژ. شاید پلیسا کتک خورده دارن. ویدیو رو نگاه کن، ویدیو بچه‌ها فرستادن. از دوستو فرستادن؟ کوبینگر رو علی اینجا نشان بدید. چه حسی داری نسرین جان؟ ناراحت شده. نورگه. بریم لاکس بفروشیم. اونو زور لاکس بود. دیدی؟ لاکس هم بود. دیگه. مایهشون چقدر؟ تو مایه‌هاشم درازه. کارم لاکس بخری کاسوشی اینا نداره لاکس بار مایه اینا قدریه. دیگه وقتی مایه کشور دیگه همه دیگه بازیکن شما. دیگه. تو رفیق قدک دست خود میگیره روس میکنه. حالا بگی. یکم صداش بلند فاتی. بابای کیه؟ واسه رافینیا کجا؟
برگشت به انگلیس نگاه کنید. یه اصول انگلیس. میخوام انگلیس برو بیرون. چه حرکتی دی؟ معنیش بدش مهمی سیلا کرده. چیه خواهد چیه؟ وقتی رو نور که این دیگه هست نور که علی وقتی چطور رو یعنی پارو بزن پارو بزن علی چه حسی داری؟ نه نه اینجوری حس کنم علی رضا ناراحت شد رفت آیدا چه حسی داری؟ نروژ برد خدا خوشحاله دیگه خیلی که برزیل باخت ولی نروژ هم خوبه که برد من گفتم که بین نروژ و چیز نمیدن حق برنده کم بودی ایدار نخوادی؟ ولی دوستش بیشتر برزیل خب محمد چه حسی داری؟ اصلا اینقدر خوشحالم خواه نمورم نگه فردا سر کارم ما کشورم برد محمد پس برو برزیل حذفش کرد برزیل نروژ حذف کرد پس برو حقوق شما زیاد میشه الان بچی چون کشورش برنده شده سعی کن اصلا پرچم نگاه کن پیرن نگاه کیف می‌کنی اصلا چه مایه جدید بلودی رو مونیره Ich will so machen nach Norwegen فاطمه جان چه حسی داری آبجی؟ موی خور بچه همرنگی پرچم نورش کردی من خواستم چیز ببرم فاطی بگو پرچم نروژ نیست نه خب میدانم خیره ناراحت شدی؟ ولی خب خیره دیگه نروژ هم خوب بود دیگه حالا که باخت موی خور زرد کردم تا امشب برزیل برنده شد ولی خب برنده نشد پس برم بگیرم سیاه کنم keine Problem. فاطمه جان پس بیشتر روشن میکنم چی؟ نیمار هرکی ناق آمد. یعنی ناق آمد دفعه جام جهانی. ها خدای نیمار لحظه آخر آمد دیگه بابا رافیل نیم ساعت بازی کرد بسش دیگه. وقت نمیتونه بازی کنه. بابا اونا پنالتی ها رو زدن خراب کردن باز نیمار آمد خدای اگه دم پنالتی ها بود نیمار رو نمیتونه بازی کنه. اگه الش کنم نیمار زمین نمیتونه. بابا خب رافینیا چی؟ رافینیا که خوبه او برشن مصدوم خود چکار کنمش محسوب شده و واقعا دکی دکان بازی من برزیل همش دیدم کدومش دیدی خب واقعا از برزیل کدومش دیدی خب ندیدم که برسان میکنم یه دونه سومالی داخلش علی من واقعا بازی اینا برزیل اصلا ندیدم خب دیگه بازی هم تمام شد ما بریم خانه خب فردا صبح زود سر کار موریم ساعت الان 12:30 میشود مارا جان در باز میکنی؟ خیلی دیر شده من فردا ساعت 4 صبح باید بیدار شم 4 صبح برم سر کار دیگه همینجی ولاگ تمام میکنم از شما خدافیزی میکنیم امیدوارم که از این ولاگ خوش آمده باشه اینجی تاریکه بذاری جای روشنایی قدرتون خدافیزی کنیم که مرا بینگرد ها گوشی من اصلا جب بگی نفس گوشی جب من نور روشن کن در روی بزن نه از رو برو آره دیگه همینجی قدرتون خدافیزی میکنم ولاگ تمام میکنیم امیدوارم که از این ولاگ خوش آمده باشه اگر خوش آمد لایک کامنت سابسکرایب یاد چیمون نره تا ولاگ بعدی خدافیز محمد خدافیزی کن نور ده گوشی داری خود بگی وای چه تاریکه دوستا خداحافظ شما دیگه ولاگ اینجا تمام میکنیم بریم خانه که فردا سر کار هستیم امیدوارم از این ولاگ خوشتون آمده باشه فالو کنید کامنت بذارین تا ولاگ‌های بعدی فعلا خدا نگهدار شب بخیر خدافیز